یادم کنید تا یادتان کنم و شکرگزارم باشید و ناسپاسی مکنید. ای کسانی که حقایق را باور دارید، از صبر و نماز قدرت گیرید و بدانید خداوند بزرگ همواره با صابران است. و کسی را که در راه خدا کشته شده است مرده نخوانید، زیرا آنها زنده حقیقی اند و شما شعور درکش را ندارید. بدون شک شما را به اندکی از ترس و گرسنگی و نداری و بیماری و همچنین کمی مال و اموال امتحان می‌کنیم تا اهل صبر از دیگران متمایز شوند. و مژده رسان به اهل صبر، همان کسانی که چون اندوه و مصیبتی به آنها رسد بیدرنگ گویند ما از آن خداییم و به سوی او باز می‌گردیم. درود و رحمت بی پایان پروردگارشان بر آنها، زیرا بی تردید راه یافتگان حقیقی اند.